به نام خداوند لوح و قلم، خدایی که آدم سرشت از عدم. او ذات قدیر است و هم مهربان، خداوند هستی وجود و کرم. کم آید به تعریف آن ذات پاک، کم آید به تعریف آن ذات پاک، اگر بحر و اشجار گردد به هم. سلامت باشین. تشکر استاد گرامی. استاد فایز یکی از شاعرای جوان وطن ما است که ما افتخار حضورش امروز در کنار خود داریم. تحمل کن دگر غم شانه‌ات را خم نخواهد کرد. تحمل کن دگر غم شانه‌ات را خم نخواهد کرد و شاید اهل میهن هیچ یک ماتم نخواهد کرد. بخند و درس آزادی بخوان در گوشه این خاک. بخند و درس آزادی بخوان در گوشه این خاک، که حتی لاله‌زاران بی صدا شبنم نخواهد کرد. تو نسل قهرمان هستی، جهان نام تو خواهد خواند. تو نسل قهرمان هستی، جهان نام تو خواهد خواند. شکوه و شأن تو دنیای غرب هم کم نخواهد کرد. قلم برگیر و پرچمدار دانش و قلم خود باش. قلم برگیر و پرچمدار دانش و قلم خود باش. به بستان وطن بلبل نوای غم نخواهد کرد. بخوانیم هم صدا با هم سرود عشق و آزادی. بخوانیم هم صدا با هم سرود عشق و آزادی، که درد میهن ما را کسی مرهم نخواهد کرد. برایت می نویسد تا بخوانی شعر را فایز. برایت می نویسد تا بخوانی شعر را فایز. ز غفلت هیچ جا هرگز بلند پرچم نخواهد کرد. ز غفلت هیچ جا هرگز بلند پرچم نخواهد کرد. یک جهان تشکر جناب استاد، خیلی عالی، واقعا خیلی زیبا و قشنگ سرود این، واقعا لذت بردیم. امیدوار هستم که اجزایی که بیننده برنامه هستن لذت برده باشن. جناب استاد، هر کسی که شعر می سرایه، یعنی شاعر در مقالب شعر هدف خود بیان میکنه، یک پیام خود بیان میکنه. اول خیلی بر ما بگوین که این شعر خودش چی هست؟ تشکر، لطف کردین. خداوند شما را در حفظ و امان خود داشته باشه. در رابطه به سوالتان، البته تعریف های متفاوت و مختلف از شعر بیان کردن. شعر لغتا از شعور گرفته میشه. به شکل ابتدایش شعر را فهمیدن، دانستن و نوشتن تعریف میکنه، لغتی. اما اصطلاحاً شعر به او نوشته گفته میشه که خیال انگیز باشه، موزون باشه و تصویر داشته باشه از خود. باز بریش وقت شعر گفته میشه. به می اساس چون هر فردی که شعر تعریف میکنه امو دیدگاه خودی که داره بیان کرده، نظر به مو باز تعریفات خود بیان میکنه. به می اساس ما هم در ادامه گفته های بزرگایی که تعریف از شعر دارن، شعر نوعی از احساس و درک بیان میکنیم که هر فردی از دل مردم خود، وطن خود و جامعه خود در ذهن داره و به تصویر میکشه. تشکر استاد، سلامت باشین. اجزای بیننده، ماه مبارک رمضان است و امروز 9 رمضان هست و ما آمدیم خدمت استاد. میشه در رابطه به رمضان از استاد بشنویم. خانه از مهر و محبت به جهان آمده است. خانه از مهر و محبت به جهان آمده است. مرحبا ماه پر از شوکت و شان آمده است. شده نورانی و روشن همه جا شام و سحر. شده نورانی و روشن همه جا شام و سحر. شادی و شور و نشاط بر همگان آمده است. ای که با آمدنت جود و سخا آوردی. ای که با آمدنت جود و سخا آوردی.
صدق و اخلاص و صداقت به میان آمده است. رمضان هدیه از خالق هستی به زمین. رمضان هدیه از خالق هستی به زمین. ای خوشا مژده‌ای بر تشنه لبان آمده است. شده نازل ز سما در تو کتاب حکیم. شده نازل ز سما در تو کتاب حکیم. با فصاحت و بلاغت چه گران آمده است. عجبا ماه پر از نور و صفا و بخشش. عجبا ماه پر از نور و صفا و بخشش. فرصت بندگی از دل و جان آمده است. ای که عمرت همه سر شد به عصیان و خطا. ای که عمرت همه سر شد به عصیان و خطا. دست بردار ز گنه چون رمضان آمده است. گردی لقمه نانی ای توانگر به فقیر. گردی لقمه نانی ای توانگر و فقیر. منجی تو که همین لقمه نان آمده است. روزه را نیست به مفهوم نخوردن معنا. روزه را نیست به مفهوم نخوردن معنا. نسخه اصلاحی روح و روان آمده است. روزه بیشک مسیر سوختن و ساختن است. روزه بیشک مسیر سوختن و ساختن است. اصل مقصود همین بوده عیان آمده است. اصل مقصود همین بوده عیان آمده است.